جلاله والكون عاد هداه عاد جلاله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأتوا البيوت من أبوابها. صدق الله العظيم. خدمت همه عزیزان و بزرگواران، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. در پیامی یا از پیام‌های قرآنی در خدمت شما قرار داریم. این برنامه آیاتی که از لحاظ لفظ شاید فکر بکنیم که خیلی کوتاه و موجز و خلاصه، اما از لحاظ معنا خیلی وسیع و پرمعناست. الله سبحانه و تعالی در این آیه مبارکه اشاره میکنه وَأْتُوا الْبُيُوتَ من ابوابها. شما وقتی میایید به خانه از دروازه داخل شوید. این آیه مبارکه در سوره بقره در آیه 189 ابتدای آیه الله سبحانه و تعالی میفرماید یسألونک عن الاهله. سوال میکنن از تو پیرامون هلال، پیرامون ماه. این ماها چیست؟ قل بگو هی مواقیت للناس والحج. بگو برای اینها که این وقتها تعیین شده به خاطر عبادت، تا شما عبادات الله سبحانه و تعالی درست و صحیح انجام بدید. مثل حج، ماهای حج چیه، روزهای حج چیه در این قسمت. ولیس البر بأن تأتوا البیوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البیوت من ابوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. در دوران جاهلیت یکی از اعمال که در دوران جاهلیت انجام میدادن این بود که وقتی احرام بسته میکردن، دوباره که به خانه برمیگشتن دیگه از دروازه خانه نمیرفتن، بلند میشدن از پشت بام با مشقت کامل، بعد وارد خانه میشدن. الله سبحانه و تعالی در این آیه مبارکه میفرمایه وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. این نیکی نیست. این را در دوران جاهلیت برای خود یک اجر میدانستن، یک ثواب که ثوابش بیشتره. ما از دروازه وارد خانه نمیشیم، میریم از پشت بام وارد خانه میشیم، این اجرش بیشتره. الله سبحانه و تعالی میفرمایه وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. نیکی تقوا هست. تقوا را پیشه خود بسازید، خدا ترسی را پیشه خود بسازید، این نیکی است. وأتوا البیوت من ابوابها. هر دروازه از خود، هر خانه از خود دروازه داره. شما وقتی به خانه داخل می شوید از دروازه داخل شوید. چرا خود را به مشکلات و مشقت می اندازید؟ وأتوا البیوت من ابوابها واتقوا الله. بترسید از خدا لعلكم تفلحون، تا شما رستگار شوید. این آیه مبارکه وقتی که
میگیم وأتوا البیوت من ابوابها و این آیه به شما پیام داره، پیام این آیه چیست؟ این آیه مبارکه راه را نشان میدهد، طریقه را به ما نشان میدهد. مثلا خیلی از انسانها در دنیا میخوان به الله برسن. یهودی هم فریاد میزنه که من میخوام به الله برسم. مسیحی و نصرانی فریاد میزنه من میخوام به الله برسم. ادیان دیگری که ما میبینیم، حتی فرق گمراهی که به تحت نام اسلام هستن، فریاد میزنن که ما میخوایم به الله برسیم. رسیدن به الله، راه رسیدن به الله چیست؟ این یک راه داره. این نیکی نیست که شما از پشت بام وارد خانه شوید. خانه از خود راه داره. وأتوا البیوت من ابوابها. حالا دروازه رسیدن به الله سبحانه و تعالی چیست؟ دروازه رسیدن به الله سبحانه و تعالی عبادات هست. این دروازه عبادات، نماز، روزه، زکات، حج، در ابتدا که میگیم کلمه طیبه. حالا عبادات ما، همه فرقی که ما در دنیا میبینیم از طریق عبادت میخوان به الله برسن. اینجا این دروازه قبولیت و رسیدن به الله دو چیز هست: اخلاص و متابعت از نبی کریم صلی الله علیه و سلم. هر عملی و هر عبادتی که در از او اخلاص نبود، متابعت نبود، این ترسم که به کعبه نرسی ای اعرابی، که این راه که تو میروی ترکستان هست، طرف کعبه نیست. عملی که در از او شرک باشه، عملی که در از او ریاه باشه، عملی که در از او عجب و سمعه باشه، این راه خدا نیست. پس به این پیامر داره که وأتوا البیوت من ابوابها. به این خانه که داخل میشی از دروازه داخل بشو. چرا از پشت بام میری؟ چرا بیراه میری؟ این بیراه رفتن نیکی نیست. وأتوا البیوت من ابوابها. هر خانه دروازه داره. چرا خود را به مشقت میاندازید؟ چرا او چیزی که از تو خواسته نشده انجام میدهید؟ الله همه ما را ببخشه. تقصیراتی که داشتیم، تقصیراتی که داریم، الله سبحانه و تعالی بر ما توفیق بده که اعمالی که انجام میدیم در از او عبادت اخلاص باشه و متابعت از نبی کریم صلی الله علیه و سلم باشه. پس این آیه این پیامر داره که راه به سوی خدا از خود مسیر مشخص هست. الله سبحانه و تعالی میفرماید و ان هذا صراطی مستقیما. راه خدا راه راسته، کجی نداره، این طرف و آن طرف هم نداره، راست. و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه. پیروی کنید. ولا تتبعوا السبل. متوجه باشید که پیروی نکنید که راههای دیگری هم هست. هر کس شما را به طرفی میکشانه، هر کس شما را به طرقی میکشانه، هر کس شما را به راهی میکشانه، ولی متوجه باشید که خانه از خود در داره. شما را از پشت بام به خانه انتقال ندن که مشقت داره. وقتی از پشت بام بخوای کسی بالا بشه چقدر خطرها هست. اگر افتاد دستش میشکنه، اگر افتاد پایش میشکنه، اگر افتاد شاید بمیره و از بین بره. چرا خود را به این مشقت میاندازید؟ دروازه خانه مشخص، میری از پشت بام با مشقت. این آیه این پیامر داره که دین اسلام دین مشقت نیست. الله سبحانه و تعالی کتاب نازل کرده، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. این قرآن آماده تا انسانها را
راه رسیدن به الله را نشان بده و انسانها را بکشان از همه تاریکی ها بیاره به طرف نور، روشنایی. رسول معظم اسلام میفرمایند من دو چیز در بین شما گذاشتم که اگر به اون دو چیز چنگ زدید هرگز گمراه نمیشوید. اون دو چیز چیست؟ کتاب الله و سنت رسول صلی الله علیه و سلم، احادیث صحیحه رسول صلی الله علیه و سلم، اقوال رسول الله، افعال رسول الله، تقاریر رسول صلی الله علیه و سلم. پس واضح و مشخص هست رسیدن به الله سبحانه و تعالی. وَأْتُوا الْبُيُوتَ من ابوابها. هر چیز از خود دروازه داره، حتی مسئله کسب علم. شخص نمیشه و بالاخره مستقیم بره به ظرف 10 روز 5 روز و بالاخره عالم بشه، یا اینکه بدون مقدمه بره کتب بزرگ را در ابتدا به تفسیر و به حدیث و به فقه و به اینها، به کتب بزرگ، به کتب مراجع از ابتدا شروع بکنه که من میخوام عالم بشم. نه خیر، کسب علم از خود راه داره، دروازه داره، ابتدا مقدمه داره. شما ببینید وقتی یک کتاب تألیف میشه، تصنیف میشه، در ابتدای خود مقدمه داره، در ابتدای خود فهرست داره، در ابتدای خود بالاخره یک دروازه، یک باب داره که انسان داخل میشه به موضوعات و به اینها. پس این آیه میگه وَأْتُوا الْبُيُوتَ من ابوابها. وقتی میایید داخل شوید از دروازه داخل شوید. تجارت، بیع و شراء از خود دروازه داره، از خود طریقه داره. نمیشه که شخص در ابتدا بدون تجربه، بدون مشوره، بدون اینکه دیگران را با اونها مشوره داشته باشه بره مستقیم به تجارت. خب طبیعیه، طبعا به ضرر و مشکلات به اینها میفته. پس قرآن میگه وَأْتُوا الْبُيُوتَ من ابوابها. هر چیز از خود دروازه داره. رسیدن به خدا طریقه داره، رسیدن به علم طریقه داره، رسیدن به تجارت، رسیدن به قدرت، رسیدن به سرمایه، اینها همه از خود طریقه داره. یک شخص دچار مشکلات شده، 10 و 100 مشکل آمده سر راهش، اینها راه حل داره. اگر کسی نفهمه و ندانه، میری پیش یک شخص میگی من دچار مشکلات شدم، قرضدار شدم، پریشان شدم، بالاخره فلان مصیبت و فلان مصیبت سرم آمده. خب شخص که ندانه انسان رو بلند میکنه، دروازه پیش روش، کنارش انسان رو بلند میکنه از پشت بام و بالاخره 10 مشکل دیگر هم بر او افزوده میشه. پس هر مشکل راه حل داره. پس بناهن این آیه مبارکه لحظه فکر کنید. الله سبحانه و تعالی مشرکین به قصد عبادت، به قصد نیکی، وقت احرام میبستن میخواستن وارد خانه بشن، خانه خود، از دروازه داخل نمی شدن، از پشت بام داخل می شدن. این را فکر میکردن که این نیکی هست. الله سبحانه تعالی میگه ولیس البر بان تأتوا البیوت من ظهورها. این نیکی نیست که شما از پشت بام بروید، ولکن البر، نیکی اینه که من اتقا، کسی که پرهیزگاری، کسی که تقوار پیشه خود ساخته، این نیکی را فهمیده. بعد میفرمایه وأتوا البیوت من ابوابها، از دروازه داخل شوید. الله سبحانه و تعالی میفرماید در آیه دیگر لا یکلف الله نفسا الا وسعها. هیچ نفسی را الله مکلف نکرده مگر به اندازه طاقتش، توانش. در این آیه مبارکه الله سبحانه و تعالی میخواد این را بفهمانه که ای انسان، عبادتی که در طاقت تو نیست انجام ندی، انجام ندی. طاقت نداری، هر چیز در طاقت است. چرا برای مریض گفته شده روزر بخور؟ چون مریض هست، طاقت گرفتن نداره. چرا برای مسافر گفته شده که تو افطار بکن در سفر، روزه نگیر؟ چون سفر مشقت هست. الله نمیخواد این انسان بیشتر و بیشترتر مشقت دامنگیرش بشه. این که میگه وأتوا البیوت من ابوابها، اینه که
الله میخواه بگه که دین اسلام دینی نیست که شما خود را به مشکلات و مشقت و به اینها بیندازید. در عبادات، در تجارت، در کسب علم، همه اینها. پس بناهن الله سبحانه و تعالی به ما توفیق بده که قبل از هر چیز اگر راه رسیدن به خدا را نفهمی و ندانید، بفهم که به الله نمیرسی. اگر راه رسیدن به علم را ندانید، به علم کسب دسترسی پیدا کرده نمیتوانید. اگر راه رسیدن به تجارت و معامله را ندانید، هیچ وقت سرمایه‌دار نمیشوید. راه رسیدن به قدرت را ندانید، هیچ وقت قدرتمند نمیشوید. هر چیز در ابتدا باید راهش سنجیده بشه. فکر بکن من چگونه به خدا برسم، چگونه الله را از خود راضی کنم. هر خانه بابی داره. پس در آن خانه وقتی میروید متوجه باش که از پشت بام تو را نبرند، دروازه را جستجو بکن. وأتوا البیوت من ابوابها. این آیه این پیامر داره که هوشیار باش. بعضی انسان ها میخوان تو را به بیراهه ببرن، از پشت بام ببرن، ولی دروازه واضح و آشکارا هست. پس دروازه دین مبین اسلام خیلی واضح و شفاف، قرآن و احادیث نبی کریم صلی الله علیه و سلم، سنت رسول صلی الله علیه و سلم، راه فوز و فلاح و رستگاری. الله سبحانه و تعالی بر همه ما توفیق بده تا اینکه قبل از او هدفی که داریم که میخوایم به او هدف برسیم، قبل از رسیدن به او هدف، قبل از حرکت کردن، راهش را بسنجیم که از کدام راه نزدیکتر، آسانتر و با سهولتتر هست که من به او هدف خود و به او مقصود خود برسم. وأتوا البیوت من ابوابها. تا برنامه بعد همه شما عزیزان و بزرگواران را به خدای یکتا می سپارم. موفق و پیروز و سرفراز و سربلند دنیا و آخرت باشید. والسلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.